خط درست حسابی بده. این خوب بود. جانم کجا موندی پس؟ دارم میام خوشگلم. اون لباس بلوشی خوشگله‌ای که واسم خریدی همونو پوشیدم، میخوام چند تا استوری بگیرم واسه اینکه پیجم بره بالا، چند تا فالوور بیشتر بگیرم. باشه عزیزم، خودت آدم روشن فکری هستی. من رسیدم عزیزم. لباسم چطوره؟ عالی، زیبا، خوشگل، مثل خودت عزیزم. جون نه داماد غمکش نمیخواد. همین خاک تو سر بی غیرتت کنم، با کی اومدم 13 به در. نه عزیزم من نمیکشم. جانم عزیزم. الان میام. عزیزم لباس بلوشی چطوره؟ بهم میاد؟ میخوام چند تا استوری بگیرم پیجم بره بالا. ببین عزیزم، این لباس حسالت منه، لباس خواهر و مادر منه، از خودش حرمت داره، باید احترامش حفظ بشه. دوست داری بپوشی بپوش، ولی به خاطر دل خودت بپوش. چشم عزیزم، میذارمش واسه روزای خاص. آفرین. الان همه دارن از اصالت ما به نام روشنفکری و آزادی و بی‌حجابی سوء استفاده میکنن. میگم نه داماد غمکش نمیخواد. لا حول ولا قوة الا بالله. جرأت داری وایسا. دیدی روشنفکری شما رو اینا با بی‌غیرتی عادی سازی کردن. در ضمن زیبایی دختر بلوچ به حجابشه، نه به رخ دادن زیباییش به عموم. ترک اعتیاد موجب سلامتی می باشد. اینم خوب نیست.